اگر کسی تو را به تندی و سختی نصیحت کنه، از او ناراض و ناراحت نشو، از او خفه نشو، کلامی او را قطع نکو و تا آخر او را گوش بکن. چون که از پس این نصیحت های تند او نسبت به تو یک محبت بسیار عمیق وجود داره. و مثل اون نفری نباش که ساعت زنگوله‌دار را میشکنه به خاطر آن که او را از خوابش بیدار کردگی است. یعنی واقعا نصیحتگرا، عالمای دین وقتی که نصیحت میکنن، به سوی دین الله دعوت میکنن، اینها به مثل همون ساعت زنگوله‌دار هستند که انسانها را از خواب غفلت چون بیدار میکنن. عالما را دوست داشتن، نصیحتگرا را دوست داشتن صفت مؤمنای کامل هسته. و اون نفرایی که عالما را، واعظای دین را، نصیحتگرا را دوست نمیدارن، در وجود آنها صفت همون منافقا و صفت کافرا هسته. این را الله رب العالمین بیان میکنه وقتی که خداوند قصه قوم صالح علیه السلام بیان میکنه. در همونجا چنین بیان میکنه که اونها نصیحتگرا را دوست نمیدارن. الله رب العالمین میفرماید استعیذ بالله فتول عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پس صالح علیه السلام از اونها رو گردان وقتی که اونها شتر کشتن، یعنی معجزه پروردگار، معجزه صالح علیه السلام کشتن هم شتر، وقتی که قانون الله رب العالمین نافرمانی کردن، پس وقتی که خداوند بر اونها میخواست که عذاب نازل بکنه، حضرت صالح علیه السلام از اونها روی گردان و برای قومش گفت یا قومی لقد ابلغتكم رسالة ربی، من در حقیقت همون پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم. و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین، من شما را نصیحت کردم ولکن شما نصیحتگرا را دوست نمی‌داره. برادرای عزیز، از جمله چنین مردم نباشه. از جمله چنین مردمه که خداوند اونها را نکوهش کرد که اونها نصیحتگرا را دوست نمی‌دارن.